برنامه را ادامه میدیم. در هلند اولین نتیجه انتخابات پارلمانی که 15 مارس صورت گرفت معلوم شد. طبق حساب‌های پیشکی حزب محافظه‌کار مردم برای آزادی و دموکراسی نخست وزیر مارک روته پیش صف است. این حزب توانسته است حداقل 31 کرسی از 150 کرسی پارلمان را از خود کند. حزب آزادی با رهبری گرت ویلدرز با به دست آوردن 19 کرسی در مقام دوم قرار دارد. گرت ویلدرز خواستار بستن مسجدها و مدرسه‌های اسلامی، منع فروش قرآن و منع ورود مهاجران مسلمان به این کشور است. می خواهم مبارزه برم. ما در قطار پیشدستان هستیم، ولی من می خواهم ما بزرگترین حزب باشیم، ولی متاسفانه پیروزی حالا نصیب نکرد. ما باید تا انتخابات آینده منتظر شویم. ما ناکام نشده ایم. ما 4 و یا 5 کرسی کسب کردیم. ما باید از این پیروزی افتخار کنیم. در مقابل مارک روته نخست وزیر میگوید که این انتخابات فرصتی برای شکست دادن نوع غلط پوپولیسم بود. پس از انتخابات بریتانیا که مردم به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند، این نخستین انتخابات در اتحادیه اروپا است که احزاب ضد اتحادیه امیدوار بودند بتوانند در صورت پیروزی از آن خارج شوند. Wat een avond. این چی شب است؟ من پیش بینی دارم که ما بار سیوم پی در پی بزرگترین حزب سیاسی هلند خواهیم شد. Dat de VVD voor de derde keer op een rij de grootste partij van Nederland is bij de landelijke verkiezingen.